ریس ریس، اون قطار پیشرفتی که میگفتین میباشندی؟ آره کت خدا، این همان قطار پیشرفته که لوکوموتیو هم داره. خب بگو یه نیش ترمز بزنه سوارش بشیم ببینیم چجوریا میباشندی. کت خدا سرعت بالاست، ترمز و این حرفا اصلا را ندارندی، باید در حرکت بپریم بالا. این خونه های خرابه چیه ریس ریس؟ مال زلزله خویاباده؟ نه کت خدا جان، مال زلزله بم آباده. هنوز به خوی آباد خیلی مانده که برسیم. این که ادلاره، الان چنده؟ کت خدا کدام الان یا الان؟ ماشاءالله همینطوری داره میرود بالا، از نتایج تلاش های سامانه کت خداییه. این چی بود؟ نگران نباشید کت خدا، نرخ تورم بود، چیزی نیست، رو به کاهش است. ریس ریس آخه خفه شدم، این چیه؟ کت خدا جان، دود مازوت می باشندی، سرعت قطار بالاست، الان رد می شویم ازش. ای بابا برقم که رفت، الان میگویم 1000 مگاوات تا برق تولید کنندی. آخ ریس ریس این چی بود؟ ای وای، کار اختصاص در حال کت خدا. لعنت به تو، قرار بود با قطار پیشرفتت ما رو نجات بدی، بعد وقت مو کردی.